طراحا و دیزاینرهای مطرح دنیا برای سال 2026 رفتن سراغ اون شکوه کلاسیک دهه 40 و 50. بیاین بهتون بگم که برای سال 2026 چه مدل لباس عروسای ترنده. این مدل حال و هوای سینمای کلاسیک هالیوود رو داره که با ساتن ساخته شده و ظاهرش رو خیلی لوس کرده. پیلی کار شده و یه دراپ نامتقارن حرکت لباس رو جذاب‌تر میکنه. این مدل به خاطر دانتل ابریشم و جزئیات دستسوزی که داره حس رمانتیک و زنونه‌ای میده. دامنش مدل ماهی، البته یقش جدا میشه و دو مدل میتونید بپوشید. اگر جزئیات رو دوست دارید براتون انتخاب خوبیه. این یه مدل کاملا کلاسیک و مینیماله، از همونایی که حس لباسای قدیمی لوکس رو منتقل میکنه. پارچش یک دسته و اون گل دستدوز همجنس خود لباس و نقطه خاص لباس محسوب میشه. این یکی از مدل‌های کوتاه، شیک، جمع و جور، مناسب افتر پارتی. جنسش از گیپوره. اگه دنبال یه مدل خاص برای بعد از مراسم اصلی هستین، یکی از بهترین گزینه‌هاتون میتونه باشه. این بخش کوچیکی از ترندهای سال آینده بود. اگر دوست دارید برام کامنت بذارین که تو ویدیوهای بعدی مدل‌های بیشتری رو با هم ببینیم.